با انجام 6 روش ساده از اهمالکاری رها شو. در زندگی برای همه ما شرایطی پیش آمده است که گفته ایم از هفته بعد به باشگاه می روم. از اول هفته رژیم غذایی جدیدم را شروع می کنم و جملات اینچنینی که به واسطه آنها انجام دادن یک کار را به تعویق می اندازیم. در برخی موارد ممکن است خود شخص متوجه نباشد اما گرفتار اهمالکاری شده باشد. اهمالکاری را می توان یک چالش دانست که بیشتر افراد حداقل یک بار گرفتار آن شدند. مهمترین نشانه و علامتی که اهمالکاری دارد به تعویق انداختن زمان انجام کارهاست. در چنین شرایطی بیشتر افراد تمام تلاش خود را برای انجام به موقع تکالیف و به بیانی رهایی از اهمالکاری انجام می‌دهند. اگر در برابر این چالش موفق باشند که احساس پیروزی به آنها دست می‌دهد. در صورت کوتاهی در انجام دادن تکالیف هم معمولاً دچار ناامیدی می‌شود. شما چگونه اید؟ همیشه کارهایتان را تا دقیقه 90 به تعویق می‌اندازید؟ مدام وقت کم می‌آورید؟ در بیشتر مواقع با حسرت نظاره‌گر موفقیت‌های اطرافیانتان هستید؟ در این صورت شما یک اهمالکار هستید. خبر خوب این است که شما اولین قدم را برداشته اید و می‌خواهید برای تغییر این وضعیت کاری انجام دهید. بهتر است بدانید به هر تعویق انداختنی اهمالکاری گفته نمی‌شود. اما اگر به تعویق انداختن کارها همیشگی بوده و به یک عادت تبدیل شود، به آن اهمالکاری میگویند. به طور کلی بیشتر افرادی که تمایلی به انجام کارهای به اصطلاح بی اهمیت ندارند، بیشتر با این چالش روبرو هستند. جالب است بدانید برای اهمالکاری تعاریف علمی زیادی وجود دارد. اهمالکاری را میتوان مشابه یک نیرو دانست. نیرویی که افراد را از به موقع انجام دادن کارهای مورد نظرشان باز می‌دارد. برای بررسی علت بروز اهمالکاری، تحقیقات روانشناسی و رفتاری انجام شده که علت بروز این رفتار را در مغز بررسی کردند. اهمالکاری یعنی پشت گوش انداختن کارهای مهمی که امروز باید انجام دهید یا همان کار امروز را به فردا سپردن. اهمالکاری در واقع یک مشکل رفتاری است که باعث می شود فرد از تمام پتانسیل هایش استفاده نکند. آنطور که باید و شاید کارایی نداشته باشد و نتواند به اهداف کوچک و بزرگش برسد. این افراد هیچگاه نمی توانند موفق شوند چون به جای انجام دادن کارهای ضروری سرگرم انجام دادن کارهایی هستند که اهمیت چندانی ندارند اما ساده تر و لذت بخشتر هستند. این به تعویق انداختن هم به خودشان آسیب می رساند هم به اطرافیانشان. چنین افرادی همواره استرس دارند، احساس گناه می کنند، تمرکز ندارند، اعتماد به نفس ندارند، بی برنامه هستند و بازدهی خودشان و دیگران را پایین می آورند. اگر تا اینجا از مطالب ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن همراهیمون کنید. طبق تحقیقات انجام شده علت اصلی بروز این رفتار را عاملی به نام تناقض زمانی می دانند. به این معنا که علیرغم میل افراد به انجام دادن به موقع کارها، این عامل سبب به تعویق انداختن زمان انجام آنها می شود. عامل تناقض زمانی سبب می شود تا مغز افراد پاداش لحظه‌ای را در مقایسه با پاداش آینده در اولویت قرار دهد. شرایطی را تصور کنید که شما قصد انجام دادن پروژه‌های کاری یا تکالیف مدرسه خود را دارید. همزمان تلویزیون برنامه مورد علاقه شما را پخش می کند. در چنین شرایطی تناقض زمانی باعث می شود تا مغز شما پاداش لحظه‌ای که همان تماشای تلویزیون است را به پاداش آینده که تمام شدن تکالیف شما می باشد ترجیح دهد. در نتیجه این فرایند فرد دچار اهمالکاری شده است. در آخر این ویدیو به ساده ترین راهکارهای رها شدن از اهمالکاری می پردازیم. ابتدا دلایل بروز اهمالکاری را مورد بررسی قرار می دهیم. کمال طلبی. در برخی موارد افراد می خواهند کار مورد نظر خود را به بهترین شکل انجام دهند. به همین دلیل فکر می کنند که زمان مورد نظر برای انجام دادن آن کافی نیست.
و انجام کار را به زمان دیگری موکول می کنند. از طرفی مشغله های زندگی روزمره ممکن است زمان مناسب برای انجام کار مورد نظر را در اختیار شما قرار ندهد و شخص دچار اهمال کاری شود. برنامه‌ریزی نامنعطف. افرادی که در برنامه‌ریزی خود دچار افراط می‌شوند، ممکن است به اهمال کاری دچار شوند. این افراد برای برنامه‌ریزی توان خود را در نظر نگرفته و بیشتر از توان خود کارهای مختلف را در برنامه روزانه می‌گنجانند. در چنین مواردی زمان برای انجام تمام کارها نیست و شخص دچار اهمال کاری می‌شود. عدم توانایی کنترل. از دیگر مواردی که سبب بروز اهمال کاری می شود، می توان به ناتوانی افراد در کنترل خود مقابل لذت‌ها و پاداش‌های آنی اشاره کرد. این مورد سبب بروز مشکل در رسیدن به اهداف بلند مدت نیز می شود. رویا پردازی. اگر بیش از حد رویا پرداز باشید و به جای انجام کارها و تکالیف در رویا به نتیجه آن فکر کنید، دچار اهمال کاری می شوید. رویا پردازی افراد را از واقعیت دور کرده و سبب جا ماندن شخص از واقعیت می شود. و اینک به راه‌های غلبه بر اهمال کاری می پردازیم. 1. علتش را پیدا کن. وقتی بدانید چرا کارها را به تعویق می اندازید، غلبه کردن بر اهمال کاری برایتان ساده تر خواهد بود. رایج‌ترین علل اهمال کاری عبارتند از بی انگیزه بودن، کمبود اعتماد به نفس، ترس از شکست، کمالگرایی، بی انرژی بودن، نداشتن عزت نفس، تمرکز نداشتن. برایم بنویسید شما کدام علت اهمال کاری را در خود دارید. 2. آنقدر تمرین کن تا به انضباط شخصی برسی. یکی از راه‌های غلبه بر اهمال کاری رسیدن به انضباط شخصی است. کتاب‌های بسیاری در این زمینه نوشته شده است که کارتان را ساده‌تر خواهد کرد. معجزه انضباط شخصی نوشته برایان تریسی. باشگاه 5 صبحی‌ها نوشته رابین شارما. بهترین سال زندگی تو نوشته دارن هاردی. 3. برای خودت ریز هدف مشخص کن. انجام دادن کارهای بزرگ برای اهمالکاران دشوار است. بهترین راه این است که اهدافتان را به ریز هدف و کارهایتان را به خرد کار تبدیل کنید. به سرانجام رساندن ریز هدفها ساده تر است. انگیزه شما را بیشتر می کند، به شما اعتماد به نفس می دهد و بهترین راه برای مبارزه با کمالگرایی و عدم قطعیت ناشی از اهمال کاری است. 4. قدرت عادت را باور داشته باشید. کاری کنید که وظایفتان تبدیل به عادت شوند. عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید. کتاب خرد عادت‌ها نوشته جیمز کلیر به شما کمک می‌کند تا با مسیرهای شکلگیری عادت آشنا شوید و برای رسیدن به اهدافتان خرد عادت مشخص کنید. 5. برنامه ریزی کنید. برای روز خود برنامه ریزی کنید. نه آنقدر برنامه کاریتان را سنگین کنید که نتوانید از عهده همه کارهایتان برآیید. نه آنقدر به خودتان ساده بگیرید که به اهمال کاریتان دامن بزند. 6. از معجزه قانون 2 دقیقه غافل نشوید. در نهایت توصیه می‌کنیم هرگاه خواستید کارهایتان را به تعویق بیاندازید، قانون 2 دقیقه را پیاده کنید. اگر کاری که می‌خواهید انجام دهید زمان کمی از شما می‌گیرد، بدون آنکه از قبل فکر یا برنامه‌ریزی کنید 2 دقیقه زمان بگذارید و آن کار را انجام دهید. البته منظورمان این نیست که تایمر روشن کنید و رأس 2 دقیقه کار را به پایان برسانید. منظور این است که بی معطلی کار را شروع کنید و به اتمام برسانید. اگر کاری که می‌خواهید انجام دهید زمان زیادی از شما می‌گیرد، 2 دقیقه یا بیشتر زمان بگذارید و بخشی از آن را انجام دهید. در ویدیوی بعدی به مبحث خرد عادت‌ها و تغییری که به هموار کردن مسیر پیشرفت می‌دهند می‌پردازیم. با ساب کردن و دنبال کردن ما و زدن دکمه زنگوله می توانید به موقع از ویدیوهای بعدی مطلع شوید.